اعوذ بالله من الشیطان شیره‌ای و سلام به شما ملت نمک نشناس. خیلی ممنون که منو به برنامه‌تون دعوت کردید. ممکنه برای خانم باشه، ممکنه که الان درست نباشه که من تو دوربین اینو بگم، اما خب شما اشرار و دشمنان فتنه‌گران اگه دوست ندارید جمع کنید برید. آره، جمع کنید بساطتون رو برید همونجا که رفاهش زیاده. ما اینجا میمونیم، عشق میکنیم. من و عروس سفیر و کیسارها و چه میدونم بازجوها و پرستوها و نبی خمینینا میشنیم اینجا راحت زندگی میکنیم، زندگی سلحشورانه. آره جمع کنید برید، مردش رو برده خود دوست ندارید باشه برید. آره، زندگی سلحشورانه در خیابان نیاوران، یک خونه عزیز بزرگ مجلل، 2 ماشین SUV، یکی سفید یکی سیاه. خوره دیگه، باید به شورت سوتین و اینام بخوره دیگه. سیاه رو با شورت سوتین توری میپوشم مشکی، سفیدرم با شورت و کرست سوتین توری سفیدم میپوشم. آره، ما اینجوری زندگی سلحشورانه داریم زندگی میکنیم میریم. آره، شما دشمنانم جمع کنید و برید. خب آمارم در آوردین دیگه، گفتم خودم بیام بگم دیگه، مگه دیگه ما خجالت نمیکشی به کسی؟ ما از این حرفا خیلی پررود داریم. آره، اسم زینب، ایرانی، فامیل ابوطالبی. خب اونم ایرانیه دیگه، با موردشو برده مگه ایرانی نیست؟ کشور ایران، 6 تنگش هم به اسم بابام. خب من یه چند تا دیگه. شما هم دوست ندارید جمع کنید برید. آره والا، ما اینجا دوست داریم سلحشورانه زندگی کنیم و بریزیم و بپاشیم و بخوریم. خواهش کنم وقتی میریم بچه های سیستان بلوچستان هم با خودتون بردارید برید. آره، 80 میلیون تون برید، یه چند تا از ما میمونن و راحت زندگی میکنیم. دلیلی نداری که ما اصلا با شما سر به سر بذاریم. پرو مودشو برده و اردونه میشنم بالاست، ما راحت زندگی میکنیم. آره والا، گفتم ممکنه تو دوربین بد باشه، اما ما خرومون با زیاده، مثل سنگی پا قزوینه. آره والا، ببینید چقدر شکل شمایلم ایرانیه، اصلا ایرانی داره. اصلا میبینید ابوطالبی مال ایران. آره دیگه، مال خودمونه. آره، ارث بابامونه. پاشو جمع کنید برید. مردشو برده ها. آره والا، چطوره با؟ خب یه 20 ساعتی طول کشید تا به غلط کردنم پی بردم دیگه. با مردشو برده ها چطوره؟ یه 20 ساعت طول کشید، دستور از بالا اومد گفت برو گم شو، برو حرفاتو پس بگیر تا دیر نشده. اعوذ بالله من الشیطان شیره‌ای. با سلام خدمت شما ملت نمک نشناس. زینب ابوطالبی هستم و امروز آمدم معذرت بخوام به خاطر حرفای مستهجن و تشنجی و جنگ روانی که برای شما اشرار و فتنه‌گران به پا کردم حدود 20 ساعت پیش. حرفای خواسته، البته به هم گفتم بگو ناخواسته، ببخشید، حرفای ناخواسته ای که اومدم بهتون زدم، گفتم که باشید جمع کنید برید. من منظوری نداشتم، من غلط کردم، به گور جد آباد هندیم خندیدم که اصلا همچه حرفی به شما زدم. والا من غلط کردم، باعث آبروریزی بیت و آخونده و اینجور چیزا شدم. راستشو بخواین اصلا الان اینقدر خر تو خر و شیر تو شیره که مثل که ما داریم میریم. نه شما بمونید، ما داریم میریم. من اصلا به همون اسرالله زنگ زدم، مثل اون یکی زینبه بود. به همون اسرالله زنگ زدم، گفتم همون اسرالله من یه حرفای ناخواسته و مستهجنی زدم و از خرابه، میتونم بیام پیشه اما حمایت کنی؟ ولی همون اسرالله گفتش که ولی ما خودمونم لنگ ما رو حواس، الان بیروت همه چی ریخته به هم و عراق هم که همه چی ریخته به هم و سوریه هم که اون لنگ رازه که اصلا همه ما رو فروخت و
هیچی دیگه، زنگ زدیم به قبیله آدم خورایی تو آفریقا، با مدیسن دکتر، با دکترشون دوستیم. مگر دکتری میگه میپره بالا پایین با چوبی دعا میکنه، فقط همونجا مونده. گفتم که شماها بمونید ملت شریف، من و عروس سفیر و نوه خمینی و بقیه کیسارا و بازجوها و پرستوها بود، بقیه زینبا، اصلا میریم همون قبیله آدم خورا تو آفریقا، میریم دیگه. الان شیر توشت خر اصلا معلوم نیست کی داره میاد کی داره میره و اینا. همین گفتم همین رو بگم. من معذرت میخوام که 20 ساعت پیش غلطی کردم، یه غلطی بود دیگه، مثلا قرصم اشتباه خورده بودم، مثلا یادم نمیاد. من گفتم، من به شما گفتم پوشش جمع کنید برید، و اصلا یادم نمیاد من بودم. عجب دنیای شده. نه والا من نبودم، من گفتم لابد شده مثل ماجرای ظریف که میگه من دکترای حقوق بشرم، ما اصلا تو کشورمون زندانی سیاسی نداریم. ماجرای اون شده لابد. آره من ببخشید، من معذرت بخوام، به گور جد آباد هندی میخندید.